برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم دامولای محترم، یک حاجی در مغازینش عرق می فروشد. آیا فروختن عرق ممکن است؟ اکنون برادرای عزیز خوب می شود که حاجی هست، حاجی نیست، یا کسی هست نام شخصیت ننویسه، چون که حاجی باشه یا غیر حاجی باشه، همین مسلمان باشه اگر براش کفایه هست. آیا برای شخصیت مسلمان، برای انسان مسلمان نوع نوشاکی ها که اینها را شراب میگویند یا دیگرش فروختنشون درست هست یا نه؟ البته این در شریعت حرام است، معن هست، ناممکن است. چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که خداوند در شراب 10 گروه مردم لعنت کرده است. 10 گروه مردم ملعون هستند، یعنی لعنت کرده شده هستند. یکی از اونها انسانی یعنی فروشنده این شراب است. انسانی فروشنده، انسانی که خریداری میکنه، اون انسانی که به یک شخصیت میبره، انسانی که میریزه، انسانی که مینوشه، یعنی در این روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم که خداوند 10 گروه مردم لعنت کرده است. اکنون این جمله مردم هایی که بعد از حج رفتن اصلاح نشدن، این برادر حاجی گفته نوشته، فهمیده میشه که حج اینها حج مقبول نیست. چون که حجی که او قبول شده درگاه خداوند، دوستای خدا گفتن که اون نشانه داره، نشانه ها داره. نشانه هاش همین است که انسان عوض میشه و دیگرگون میشه. انسان فعل خصلتی بچه ترک میکنه و فعل خصلتی خوب پیدا میکنه. اینها نشانه های چی هستند؟ قبول شدن حج. یعنی حاجی که رفت آمد با شراب فروشی کرد، حاجی که رفت آمد خیانتکاری کرد، تکبری کرد، یعنی با دیگر در اون شخصیت بدی ها زیاد شد، فهمیده میشه این حاجی نبوده. و تعبیر اون شاعر گفته خر اگر مکه رود آمده ملا نشه. خر است، یعنی به حج رفتن او یعنی دیگرگون نمیشه. با این خاطر فروختن عرق برای تمام مردم حرام است. بعضی برادرهای ما به بعضی کارخانه ها را برای حجت توغری کردن باشه، یعنی که به بعضی رفیقهای تهجای همین شهرها را یعنی همچون هدیه از این نوشاکی ها میبرن، برادران از این حرام است. تا همین لعنت گرفتار میشوید. شخصیت هایی که برای حجت توغری کردن یعنی به بعضی کلانترها و کاغذ توغری کنه ها را شراب میبره، این حرام است. در این لعنتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، این انسانی برنده هم گرفتار میشود.